بم هستیم اینجا. دهبکری بم. چیه؟ دهبکری بم شهر. یه شهره، درسته؟ آره شهر. ببین اصلا شیوه تنورش متفاوته. خمیرم که برمیداره، خمیرشو بسته تر از بقیه سنگکی ها گرفته. حالا پنج کردنش میبینیم، بعد شونه زدنش هم میبینیم، بعد نونش هم میبینیم. خیلی با این شونه میزنه اینجوری. آردشون میگه خیلی ضعیفه و یکی از راه های مقابله با آرد ضعیف اینه که ما نونه اونا جمع بندازیم، نه پهن. بعد دور میزنیم، نونه رو این تخته میریزه کاملا استرلیزه، اونم داره میبردش. اینا 550 گرم، 2600 تومن، 2625 تومن. بله اونم که اونجا میبینیم دو چونه یه. آفرین. میگه رئیس اتحادیه‌شون هم آقای عباسیه، همینجا به نونوهای خوبه کرمان پستان بم اینجا خدا قوت میگیم. آقای پزشکیان، آقای همتی، رئیس جمهور جدید و رئیس وزیر اقتصاد جدید، اگر هر چه زودتر طرح معیوب، نسنجیده، نپخته، غیر کارشناسی هوشمندسازی ها که فقط یه 7-10 نفرن تعریفش میکنن، اینایی که زینفن توی وزارت اقتصاد تو سطر زباله نندازیم، بوی گندش بوی عطر نونامون هم میبره. همین به عنوان یک کارشناس با بیش از 50 سال سابقه فنی و بالاترین تحصیلات آکادمیک دارم میگم که تو کشور سعی کردم حال نون خوب کنم، یه عالمه افراد ماهر تربیت کردم و پرچمداری پروژه ملی هستم. دارم عرض میکنم من کارشناسم، ولی نه آقای خاندوزی کارشناسه، نه اون برای بچه‌ای که دور و برش این طرح ضایع رو نوشتن که باعث تشدید ضایعات نون شده و هوشمندانه قلب نون ملی رو هدف گرفته. محمد رضا خواجه، آبان 1403 بم.